سلام، جعفر کاظمی هستم. تو این جلسه که جلسه نهم هست، راجع به سیستم‌های سرمایش دسیکنت می‌خوایم صحبت کنیم. اگه خاطرتون باشه، در سیکل سرمایش تبخیری مستقیم، در سیستم سرمایش تبخیری مستقیم، اگر این نقطه شرایط هوایی ورودی باشه، برای مثال 35 درجه درای بالب و 21 درجه وت بالب، فرآیند سرمایش تبخیری یه خط وت بالب ثابته، به این صورت که با این خطچین اینجا می‌بینید. در شرایط ایدئال این نقطه انتهایی روی خط اشباع رو خواهیم داشت، ولی در واقعیت چون که یه راندمان اشباع داریم، هیچ وقت به اون نقطه نمیرسیم و شرایط هوای خروجی نهایتا این نقطه‌ایه که اینجا میبینید. بنابراین حداقل ممکن در شرایط ایدئال دمای مرطوب هوای ورودیه، یعنی دیگه اگر راندمان اشباع 100% هم باشه، حداقل دمایی که میتونید بهش برسید دمای مرطوب هوای ورودیه، که خب این محدودیت‌ها ایجاد میکنه. یکی از راه‌ها اینه که ما بیایم هوا رو قبل از اینکه از سیستم تبخیری عبور بدیم، بیایم از یه سیستم رطوبتگیر عبور بدیم. به سیستم رطوبتگیر میگن دسیکنت. دسیکنت به موادی گفته میشه که رطوبت رو به خودشون جذب میکنن. پس اگه ما هوا رو خشک کنیم، بعد این امکان وجود داره که بهش رطوبت بزنیم. چه روش‌هایی وجود داره، چه موادی وجود داره به عنوان دسیکنت؟ به طور کلی ما دو جور دسیکنت داریم: سالید یعنی جامد و لیکوید یعنی مایع. از بین اینها معمولا در سیستم های مورد نظر ما سیلیکا ژل در دسته سالید ها بیشتر استفاده میشه و کلسیم کلراید هم در دسته مایع. البته این به این معنی نیست که بقیه مواد استفاده نمیشن، منتها اینها مرسوم‌تر هستن. یه نکته رو هم لازم اینجا توضیح بدم و اونم اینه که ما دو تا پدیده تحت عنوان جذب داریم، یکی بهش میگن ابزورپشن با بی و دیگری ادزورپشن. ابزورپشن وقتی میگیم جذب در واقع بالک یا والیوم، یعنی انگار مثلا شما یک کیکی رو بخوری، در حالی که ادزورپشن جذب سطحیه، سرفیس فنومنا، یعنی انگار مثلا یک کیکی فرض کنید این کودک مالیده به دهنش. بنابراین این رو باید بهش توجه داشته باشیم. در مورد اکثر مواردی که ما باشون توی این بحث امروزمون سر کار داریم، کاری که انجام میشه ادزورپشن هستش. خب فرایند رطوبتگیری با دسیکنت چی جوریه؟ فرایند رطوبتگیری با دسیکنت عکس فرایند رطوبت زنیه، یعنی اون روی خط وت بالب ثابت میرفت به سمت چپ، اینجا ما روی خط میایم به سمت راست. اگر شرایط هوای خروجی مثلا فرض کنید این نقطه باشه، شرایط هوای رطوبتگیر، شرایط هوای خروجی از رطوبتگیر میشه اینجا. چند تا نکته وجود داره تو این مبحث. یکی این که همونطوری که تو این شکل هم میبینید، هوا طی فرآیند رطوبتگیری گرم میشه. خب بنابراین بایستی بیایم یه روشی، وقتی که هوا رطوبتش رو گرفتیم، بیایم چیکارش کنیم؟ بیایم دوباره برش گردونیم به اون دمای اولیه، یا حداقل نزدیک اون دمای اولیه. نکته دوم این که رطوبتگیری شما به تدریج از رطوبت اشباع میشه، یعنی وقتی رطوبت میگیره کم کم پر میشه. چیکار باید کرد؟ بایستی یه کاری کنیم که احیا بشه اصطلاحاً رطوبتگیر ما، وگرنه دیگه قادر به جذب رطوبت نیست. نکته سوم این که با گرم کردن ماده جاذب رطوبت میشه احیاش کرد. یعنی اگه شما ماده جاذب رطوبت رو بیاین گرمش کنید، اون رطوبتی رو که گرفته بود چیکار میکنه؟ پس میده. تو باید یه فکری کرد که دوباره تو همون هوا وارد نشه. خب اینم پس نکتهش اینه که یه منبع تامین حرارت هم حتما چی لازم داریم. سیستم دسیکنت رو به طور کلی میشه اینجوری نشون داد. شما یه هوایی رو از بیرون میارید که مرطوبه، اینو از این سیستم دسیکنت جامد یا مایع رد میکنید که ابتدا مثلا رطوبتش گرفته میشه، بعد حالا طی فرآیندی که الان میگم خنک میشه و وارد اتاق میشه. هوای برگشتی از اتاق رو استفاده میکنیم معمولا برای اون احیا کردن یا در واقع ریجنریشن اصطلاحاً بهش میگیم. خب همونطوری که یادتونه، برای این ریجنریشن نیاز به چی داریم؟ نیاز به منبع تامین حرارت هم داریم. پس به همراه سیستم دسیکنت حتما یه منبع تامین حرارت هم داریم که این هوا نهایتا چی میشه؟ تخلیه میشه. حالا این هوا میتونه از هوای برگشتی اتاق باشه یا از بیرون باشه که توی شکل‌های بعدی میبینیم. دسیکنت جامد طرح‌های مختلفی داره که حالا توی دوره‌های بعدی بهش میپردازیم، ولی مرسوم‌ترینش دسیکنت ویله. دسیکنت ویل یه چرخه، دسیکنت بهش میگن. اینجا شما یه نمونه چرخ دسیکنت رو میبینید که توسط یک موتور با چرخ زنجیر، معمولا حالا اگه دسیکنت ویل باشه با سرعت کمی 20-25 دور بر ساعت به چرخش در میاد. اگه اینو بزرگترش کنیم میبینید که به این صورته، و اگه بازم بزرگترش کنید اینجا میبینید که به این صورت هستش. در واقع روی این سطوح ماده چی پوشونده شده؟ دسیکنت پوشونده شده. چجوری کار میکنه؟ ببینید
اینجا نشون داده شده هوای پروسسور یعنی همون هوایی که از بیرون داریم میاریم، میاد از روی چرخ دسیکانت رد میشه، رطوبتش چی میشه؟ گرفته میشه. بنابراین هوایی که از سمت چپ خارج میشه هوای خشکه. از اون ور هوایی که میخوایم احیا کنیم این دسیکانت ویل باش یا ماده دسیکانت رو باهاش، حالا میتونه هوای بیرون یا هوای برگشتی اتاق باشه. اگه خاطرتون باشه باید چیکارش کنیم؟ گرمش کنیم. یه علامت به اضافه اینجا، یعنی اون هوا چی شده؟ گرم شده، حالا یه منبع تامین حرارت. و بعد از طریق این یه بخشی از این دایره که اینجا میبینید ریجنراتیو ایریا بهش میگن یا ریاکتیویشن ایریا، این هوا میاد از اینجا رد میشه و رطوبتی رو که روی چرخ دسیکانت نشسته بود، روی اون ماده دسیکانت نشسته بود رو با خودش برمیداره و از اینجا چی میره بیرون. بنابراین هوایی که اینجا خارج میشه یه هوای مرطوب هستش. یه نکته که فقط وجود داره اینجا اینه که در برخی از چرخ‌های دسیکانت علاوه بر این ناحیه 2 که اینجا تو این شکل نشون داده شده که اسمش ریجنریتینگ سکتور یا ریاکتیویشن سکتوره، یه ناحیه 3 هم داریم که بهش میگن پرژینگ سکتور که در واقع بین این دو تاست، یعنی بین منطقه در واقع ریاکتیویشن و پروسس یه منطقه پرژینگ هم ممکنه چی داشته باشیم. نمونه یک هواسازی که به این روش کار میکنه رو تو این شکل شما میتونید داخلش رو ببینید. با هم یه مرور بکنیم. هوای ورودی از اینجا میاد، حالا فیلتر این چرخ دسیکانت خشک میشه، هوا یادتون باشه گرم میشه، پس باید خنکش کنیم از روی چرخ دیگه ای که فقط یک مبدل حرارتیه، یعنی هیت ویل بهش میگن، عبور پیدا میکنه، یه مقداری خنک میشه. حالا میگم چی جوری. و بعد بهش چی میپاشیم؟ آب میپاشیم در سیستم سرمایش تبخیری و بعد وارد اتاق میشه. از اون ور هوای برگشتی یا هوای بیرون، حالا بنا طرح، میاد یه مقداری بهش آب پاشیده میشه تو سیستم سرمایش تبخیری، بنابراین خنک میشه. بعد از روی هیت ویل رد میشه و اون هوایی که یادتونه گرم شده بود در اثر جذب رطوبت رو یه مقداری خنک میکنه. خب حالا این خودش یه مقداری گرم شده، خوبه برامون چون همین لازم داریم. یقینا میزان گرماش به حد کافی نیست، بنابراین از یک کویل که به یه منبع حرارتی وصل رد میشه، گرمتر میشه، میاد از روی چرخ دسیکانت، از روی اون قسمتی که نشونتون داده بودم ریاکتیویشن ایریا رد میشه و اون رطوبتی که این دسیکانت به خودش گرفته بود رو چیکار میکنه؟ برمیداره و با خودش از این سمت، از سمت چپ چی میشه؟ تخلیه میشه. نمونه یه هواسازی که توش دسیکانت ویل هستش و هیت ویل رو اینجا هم میتونید ببینید. تقریبا شکل ظاهریش مشابه یک هواساز معمولیه. پس اگر به طور کلی بخوایم بگیم، شکل کلی به این صورت میشه: هوای تازه، چرخ دسیکانت، بعد انتالپی ویل، آب پاشیده میشه داخل اتاق و اون مسیری که توضیح دادم. فرآیندش روی دیاگرام سایکرومتریک هم ساده است. 1 2 در واقع اون فرآیند دسیکانت هستش که همراه با افزایش گرما است. البته آنتالپی در واقعیت هم تا کنید ثابت نمیمونه. بعد 2 تا 3 از هیت ویل رد میشه، 3 تا 4 آب بهش پاشیده میشه، 4 تا 3 فرآیندی که تو اتاق طی میکنه، 3 تا 6 هوای برگشتی از اتاق رو بهش آب میپاشیم و ادامه ماجرا که اینجا میبینید 6 7 یه مقداری گرم میشه اون هوا و نهایتا 7 تا 8 هم توسط اون سیستم اصلیمون توسط منبع تامین حرارت گرم میشه و نهایتا نقطه 9 که خارج میشه. اما روش بعدی استفاده از دسیکانت مایع. تو دسیکانت مایع روشکار به این صورتی که دیگه ما یک جامدی نداریم که هوا رو از روش رد کنیم، بلکه معمولا دسیکانت به صورت مایع بر روی مسیر هوا پاشیده میشه. معمولا 2 تا مخزن داریم به این صورت که میبینید. ابتدا از مخزن سمت چپ شروع کنیم. هوای مرطوب از اینجا میاد، میبینید رنگ قرمز. این در واقع دسیکانت که مسیر مشکی هستش، این مسیر مشکی دسیکانت مایع، مثلا کلسیم کلراید، پاشیده میشه روی این هوا. نکته که وجود داره اینه که دسیکانت هرچی گرمش کنیم رطوبت رو پس میده بهتر و هرچی خنک‌ترش کنیم رطوبت رو بهتر جذب میکنه. برای میبینید یه مسیر خنک کنی هم اینجا داره. خب هوایی که با این فلش آبی رنگ از بالا نشون داده شده یه هوایی چیه؟ هوای خشکه که حالا میشه بهش رطوبت زنی کرد. کلسیم کلراید یا اون دسیکانت مایعی که روی هوا پاشیده شده و رطوبت هوا رو به خودش جذب کرده، در این مسیر سبز رنگ که می‌بینید دایلوت لیکوید دسیکانت. دایلوت یعنی رقیق. چرا رقیق؟ برای اینکه رطوبت هوا رو هم به خودش جذب کرده. میارن اینجا توی مخزنی و بعد این رو میبریم از این بالا، گرمش میکنیم و میپاشیم روی مسیر هوایی دیگه‌ای که اینجا وجود داره. این باعث میشه که رطوبتی که توی این دسیکانت جذب شده بود
مجددا وارد این مسیر هوا بشه و از اینجا هات هیومید اگزاست ایر داریم که این هوا رو چیکار می‌کنیم؟ خارج می‌کنیم. این دسیکنتی که با رنگ مشکی اینجا نشون داده شده این پایین، الان دیگه استرانگ لیکوید دسیکنته. چرا؟ برای اینکه رطوبتش رو ازش گرفتیم و بعد میبریم دوباره داخل این رزرویر و همون مسیر قبلی. خوبی این روش اینه که شما میتونید در مواقعی که لازم ندارید توی این رزرویر دسیکنت مایع غلیظ رو چیکار کنید؟ ذخیره کنید. شکل ظاهری یکی از این دستگاه اینجا نشون داده شده. این دوتا مخزنی که میبینید، جعبه‌ای که میبینید در واقع همون دوتایی هستن که تو شکل قبلی خدمتتون توضیح دادم. سازنده‌های مختلفی الان تو دنیا هستن که دسیکنت مایع و جامد رو میسازن و اگر علاقمند هستید بیشتر راجع به اینها بدونید میتونید به لینک هایی که اینجا نشون داده شده مراجعه بفرمایید. دو تا کتاب خیلی خوبم میخوام معرفی کنم در این زمینه. یکی دیهومیدیفیکیشن هندبوک که مال مانترز. مانترز یه شرکت بسیار معروف، تقریبا میشه گفت جزو معروف ترین شرکت هاییه که در زمینه دسیکند کار میکنه و یه هندبوک هم هست دسیکند اسیستد کولینگ فاندامنتالز اند اپلیکیشن. یه کتاب خیلی خوبی هست تو این زمینه. خیلی متشکرم که با من همراه بودید. البته این بحثا خیلی به طور مختصر هستش. امیدوارم به زودی در دوره مفصل جامعه تبرید اینا رو با جزئیات بیشتر و با مثال و حل‌های عددی با هم دیگه مرور کنیم. خیلی از شما متشکرم و امیدوارم موفق باشید.